وقتی که از هم جدا کرد زمین در حال لرزش بود. خداوند کوه رو پرت کرد تو زمین، زمین رو لنگر کرد. والجبال اوتادا، ما کوه رو در زمین قرار دادیم مثل میخ خیمه که زمین رو کنترل بکنه که نلرزه، که من و تو آسایش داشته باشیم. فرشتگان تعجب کردن، گفتن بارالها از کوه مخلوقی قویتر و عظیمتر دارید و بزرگتر؟ گفت بله، آهن. سوری در قرآن هست که به اسم سوره آهن، سوره حدید. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. گفت بله، از کوه سخت‌تر آهن دارن که صخره رو متلاشی میکنه. گفتن بارالله از آهن مخلوقی قوی‌تر دارید؟ گفت بله، آتش. آهن رو ذوب میکنه، روان میکنه مثل موم. گفتن بارالله از آتش مخلوقی قوی‌تر دارید؟ گفتن بله، آب. همین چیز ظریفی که من اگر این انگشتم بزنم یا مشتم بزنم تو این دیوار له نمیشه، انگشت من خونالود میشه. ولی اگر این مشتم بزنم توی سطل آب خیلی راحت میره داخل آب بدون که احساس چیزی بکنم. ولی آب 2 مرحله از کوه قوی تره، کاری به جسم ظریفش نده. گفتن بارالله از آب مخلوقی قوی تر داری؟ گفت بله، باد. تلاطمی در آب ایجاد میکنه، هر قطره‌ای و هر قسمتی از آب به جایی میکوبه. گفتن بارالله از کوه و آهن و آتش و آب و باد مخلوقی قوی تر دارید؟ گفت بله، بنده مؤمنم، قدرت بنده مؤمنم که دلش به من وصله و الله عزیز و الله عظیم میگه و از هیچ کس هراسی ندارد. میگن شیخ شرقاوی یکی از علمای بزرگ مصر، حاکم زمان مصر، مالیات‌های سنگین بر مردم مینوشت، مردم شکایت کردند. حاکم وقت یکی از شیوخ ازهر و علمای بزرگ مصر که این حاکم ظالم رو نصیحت بکن، مالیات‌های سنگین داره بر مردم تحمیل میکنه. شیخ اول رفت وضو گرفت، رفت رو جانماز، قبل از اینکه وضو بگیره مسواک زد، همون ریشه درخت چود، شاید این اندازه بیشتر نمیشد، مسواک زد، رفت رو جانماز، گفت الله اکبر. میخواد بره به ملاقات یک پادشاه ظالمی که ظلم و ستم بر مردمش روا داشته و او رو امر به معروف و نهی از منکر بکنه. اول باید چه؟ تجدید بیعت با الله بکنه که دلش اونجا نلرزه. الله اکبر، الله اکبر، سبحان ربی العظیم، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا. و سلام نماز داد، با گام‌های استوار به طرف قصرش رفت. وقتی تو محوطه قصر رسید، اون پادشاه ظالم و حاکم ظالم در آمد. گفت برای چی آمدید؟ گفت از خدا بترس، بیشتر از این ظلم در حق رعیت روا ندار. گفت از قصر من برو بیرون، برو بیرون قبل از اینکه با لگد پرتت بکنم بیرون. شیخ با 3-4 تا قدم متین و استوار به عقب رفت، فکر کرد که ترسیده. وقتی تو صحن قصرش ایستاد، اون مسواک از تو جیبش در آورد، اینطوری نشانه گرفت خود اون حاکم قصرشو و گفت بسم الله الله اکبر به سمت راست، بسم الله الله اکبر به سمت چپ. همینجور که این مسواکو میچرخون، قصرش با خودش هم میل میکردن به این طرف و این طرف و خداوند هیبت خودشو بر دل اون حاکم ظالم. گفت خواهش میکنم این چوبو بکن تو جیبت، هرچی میخوای بهت میرم. گفت از خدا بترس، در حق رعیتت عادل باش. این چوب نیست، آتش که کارش سوزاندن ابراهیم نسوزاند، آب که کارش غرق کردنه، موسی رو غرق نکرد.
کار که کارش بریدنه، حلقوم ظریف اسماعیل رو نبرید. باد طوفان که کارش نابود کردنه، در جنگ احزاب نصرت پیامبر کرد، آمد خیمه های مشرکین رو از بیخ کند و سنگریزه ها رو روان کرد تو چشمای مشرکین. همه قبایل عرب جمع شده بودن که اسلام قتل عام بکنن در غزوه احزاب. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تنانی به کفاری و به غفلت نخوری. شکر و قدر شناسی. اما معنی چهارم رد به معنی معبود به حق رضیت بالله ربا. این چهار تا معنی رو در نظرت چه داشته باش وقتی اول تو میگی و دست بذار رو دلت وقتی میگی رضیت بالله ربا. قانع شدم که الله رب من باشه. نگاه کن چه احساسی به دست میده و غروب چه احساسی به دست میده. آرام میخوابی بدون خود. و بالاسلام دینا، اسلام دین و آیین و برنامه من باشه. و به محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا، و محمد مربی و معلم و هدایتگر و مرشد من باشه. چرا به این اذکار توجه نمی کنیم؟ محتوای خیلی عظیم، معانی خیلی عظیم، پیام‌های خیلی عظیم و ثمره‌های خیلی عظیم دارن. از سلسله همتون تشکر میکنم. امیدوارم که انشاءالله با این یکی دو روزی که مونده خودتون رو آماده بکنید، خودتکانی بکنید، خودتون رو پاک بکنید. خدا این فرصت ها رو ایجاد میکنه که به یک بهانه ما رو ببخشه، ما رو بیامرزه. شیطان قسم خورده که من بندگان تو رو گمراه میکنم، جهنم رو آباد میکنم. گفت تو و این بندگان من، هر کسی سر به سر تو گذاشت مال تو، هر کسی نخواست بنده من باشه مال تو، ولی من داغی بر دلت میگذارم. به شیطان گفت، به ابلیس گفت تو 60 سال بنده من رو از من میدزدی، فکر میکنی که مال خودته، تسلیم و مطیع توست، به امر توست. تنابی گردنش زدی، هر طرفی میکشونیدش. دلت خوشه که بنده منو ازم گرفتی، اما من بعد از 40 سال دوری از من و فاصله از من توبه نصیبش میکنم که داغ بر دل تو بذارم. صحبتمو با این داستان خاتمه میدم که روزی حضرت موسی برای مناجات رفته بود. شخصی اونو قاصد کرد که ای موسی، وقتی رفتی مناجات به خدا بگو که فلانی گفته از امروز به بعد من تو را به خداوندی قبول ندارم.